السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز محترم، حال میگن در جان منزد بیزار من کرده. برای حج رفتن برای گرانیته برادر رقم‌ها در روی اکرانن. برای انسانانی که میخواهند حج بروند، این هم رقم‌هایی که در روی اکران میبینین 934 222 11 همین کمپانی نصیب باشه ان شاء الله که رمضان به حج باید ببرن. سلام عمره خدا راضی باشه ان شاء الله. بله، این برادرها خلاص گپ میبرن بخواست یا الله و کسی که گرانیته در کمتاش تمام شده به این رقم میتونی که ان شاء الله که مراجعت کنیم. یعنی بسیاری هاتون مثال همه چیزا هم زید هستین هم زا. بعضیات ماشاءالله کامنتاری رو میخونم، من قریب 90% کامنتاری رو میخونم. بعضیات اقارات مینویسین، بعضیات دشنامه قبیح میکنین، بعضیات مثلا کامنتاری خوب مینویسین. رحمت و پدر مادرت الله نگهبانت باشه، خدا موفقت بگردونه. مثلا که همین خیلی شیرینه رو بمونین، انتری گپای خوب مینویسین. والله قنات گفت گپا گوش میگیریم، هم قضیه گفت گپا همتمون زیادتر میشه و که الحمدلله جوان مردا شیر مردا نگهمون میکنن و توصیه خوب مون میدن. و چی گفتنیم برای برادرمون رمضان، یعنی داشت مثال ما حج اتمینی کردیم و قضیه با کلا گرفت اگان گناه زیق شدی یا که رفته و مثال بگه ما اتمینیش کردم به خاطر گپ مردم، یکی به خاطر الله برادریم و رفته و مثال بگیریم او کمپانی حجم اتمینیت کنه نبره. آیا تو به خاطر الله ترک میکنی؟ خدا موفق بگن شرایط مهیا کنه. خانه خدا میره، خدا مسئول خدا میرم خوری من چی باشم خفا نشدم هیچی نمیگم. به خاطری که من در پشتم بدم زنگ زدن یا همون قطعی همه اکا گپ زده استن که ای به خدا و همون بچه خودش باید تماشاش بشه ایزا بکشه که خیلی قاری سلام خیلی گپ در کار نیست و خیلی گپ زدن. اون میتونست میگفت که من نو تلفن آمدم تا من خیلی گپ زدم پاپاتسانس که من خیلی گپ میزدم، اما من دو گوشم بچه دیدم که اولی روزا شنک شده 5 روز برنامه شما ماندگی همه قاری عصبش خراب کرده استن. ایس کارخانه در تلفنش در زنگ زدن که ترپرو نمیبره همین چیز در کار نیست. یک چیز ایده سبحان الله، مثال بگیریم هر کاری که انسان به خاطر الله کنه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که والذی نفس محمد بیده، میگه قسم به آن ذاتی که جان محمد میگه در دست اوست، ما نقصت من مال امت من صدقه، قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست میگه اوست، از مال امتان ما یگان چی کم نمیشن هر وقتی که اونها صدقه کنن به خاطر الله مصرف کنن. ای انسان گفتی گپا بعضی انسان ها میلیون از خود میکنن تا اینکه کس هدایت بیاوه. با هم خاطر اگر یک انسان یعنی تغییر بیاوه والله چی قدر برای جامعه را منفعت خوبه. بسیاری مردم یعنی بگیم این زیاده بعضی ویدیوش 4 میلیون 5 میلیون 3 میلیون 2 میلیون ویدیوش تماشا کردگی هستن. اگر بگذار که مثال در همین کاری خیر باشه که یک انسان مثال منع کنه که برادر موسیقی حرامه، الله در قرآن میگه و من الناس من یشتری له الحدید، یعنی الله میگه این چیز مثلا که بعضی انسان هست که از موسیقی را یعنی میخرن، یعنی از همین چیز بر بگرده و همین کچراشو دلیت کنه، یعنی به سوی نجات آخرت بر بگرده، نور علی نور میشوه. و همون خاطر در کار منفعت خیر حرکت کنین، دستگیری کنین. والله بسیار مردم میدونم که به خاطری که یک انسان هدایت بیاوه بسیار پولها مصرف میکنن، لیکن ما الحمدلله مصرف نمیکنیم. همچون برادر به معامله خوب الله در قرآن میگه ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، میگه شما به سوی پروردگار خود به حکمت دعوت کنین. اگر که ما به همین ها نقد رفتاری میکردیم، بد رفتاری میکردیم، یگان کس همین ها سلام ما را علیک نمیگرفت و یگان کس به همراه ما برادری نمیکرد و تا این روز یگان کس ویدیوهای ما را تماشا نمیکرد و اودیتوری ما کلا نمیشید. یعنی هر چیزی که برای خود دوست میداری برادر دوست بدار، ان شاء الله که همش خوب میشه. خدا نگهبانتون باشه. در امان الله. سلام علیکم.